متاسفانه دلیل اینکه همه ما زندگی رو برای خودمون تبدیل به زهرمار کردیم 2 بهونه بیشتر نیست. یا اینکه فکر میکنی دیگه از من گذشته، دیگه نمیتونم، دیگه شرایطشو ندارم، دیگه موقعیتشو ندارم، بچه دارم، ازدواج کردم، دیگه نمیشه. یا اینکه فکر میکنی الان وقتش نیست. شاید وقتی که اون مقدار پولی که میخوامو به دست آوردم، یا اون خونه‌ای که میخوامو خریدم، یا اون شغلی که میخوامو به دست آوردم. به عبارتی یا این که همه چیزو تو گذشته جا گذاشتیم و رها کردیم، یا این که گذاشتیم واسه بعدن، گذاشتیم برای آینده که وقتش برسه، که زمانش بیاد، در حالی که نه دیگه به گذشته دسترسی داریم که بخوایم تغییرش بدیم، نه اینی که از آینده خبر داریم و آینده رو میتونیم پیش بینی کنیم و اونطوره که میخوایم پیش ببریم. حقیقت اینه که همه چیز تو همین لحظه است. زمانی میتونی شیرینی زندگی رو با تمام وجودت درک کنی که توجهت رو بذاری رو لحظه الانت. از گذشته بگذری، بی خیال آینده بشی. بیای همین الان، همین لحظه‌ای که داری نفس میکشی، همین لحظه رو که داری زندگی میکنی با تمام وجودت ببینی. همین لحظه است که واقعیه، همین لحظه است که حقیقت داره. گذشته دیگه تموم شده، گذشته دیگه به تاریخ پیوست. آینده هم چیزی به جز توهم نیست. گذشته برای تو فقط افسردگی داره، آینده برای تو فقط اضطراب میاره. اما تمام چیزی که میتونه حال تو رو خوب کنه و تلخی زندگیت رو شیرین کنه در همین لحظه اکنون و حالا وجود داره. همین حالا، همین لحظه، همین الان چی حالتو خوب میکنه، چی خوش حالت میکنه، چی بهت حس قشنگ زندگی رو میده، چه چیزی حال خوب رو، آرامش رو، عشق رو، شادی رو در درون تو، در وجود تو به جریان میندازه.